بالاخره نوبت مامانم شد برای میکرو ابروهاش. به زور راضیش کردم مامان تو خدا بیا یه ابروهات یه کوچولو برات میکرو بزنیم. خلاصه که راضی نمیشد، ولی الان حالا ببینیم با چه ترفندی راضیش کردم. چجوری راضی کردم؟ چی با زور؟ من که اصلا راضی نبودم، میخوام اصلا صورتم حالت طبیعی خودشو داشته باشه، ولی از دخترم و فرشت جون قول گرفتم که طبیعی باشه، کسی متوجه نشه که من میکرو کردم. من شرط کرده اگر کسی متوجه شه من ابروام میکرو شده صبرم من میدونم با تو. خلاصه که خدا به داد من برسه با یه مامان وسواسی برای میکرو ابروهاش. بریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. میکروی مامان خوشگلم که شاهکار شده، یعنی فکر نکنم کسی متوجه شه که این موهای ابروشه یا میکرو. چطور شد مامان؟ واقعا عالی شد، اونه که میخواستم. نگرانیم رفت شد، خیلی هم دوست دارم. این چقدر خوشگل‌تر شدی. خب این چهره مهربون دلبر رو ما دلمون نیومد برشون یه دونه موجه نچرال و نازک نزنیم. مبارکتون باشه. پایین تر نگاه میکنی ببین بچه که موجه در این حد